خب سلام و درود ایران. نیسوری زبان آموزان ارجمند، یک و یک شما را به افیر نوبتی امروزه میگویم. درسی 32 است از سلسله درس های زبان انگلیسی از کتاب New Grammar Time 2. New Grammar Time 2 یعنی New Grammar Time کتاب دویمش. یک لحظه افیر کشوی. مادر تجه سیتورامو السلام علیکم و علیکم سلام. اپای سیتورامو خوش آمدین. افیر چخیل است اپای سیتورامو؟ افیر آواز خوب است؟ حامد جان لایک سلام و علیکم سلام خوش آمدین. برادر حامد جان سلامک دیوم لایک و علیکم سلام خوش آمدین. حامد جان کلوچ دوستی عزیز، یک بار دیگه شما پرسیده بودین دیروز بود یا که امروز در زبان ترکی بود، پرسیده بودین گفتیم که کلوچ داده نمیشود. یعنی کلوچ به کدام خاطر داده نمیشه؟ به خاطر که اینجا درس زبان انگلیسی است، جای شبک نیست. مادر تجسر رو کم کم میچسبد. دستر خونده با سلام سیم لایک تشکر زیاد. مادر تجسر ما سیم لایک تشکر زیاد. کود دیگر رو هم چسبیده است یا اون کسی که چسبیده است باشه خبر ممکنه. افیر چخیل است دوستان گرامی؟ افیر در شما سوزای اکا افیر سوزای افیر مدت سوزای نمیچسبه. خوب نغز شد بهترین. پس طرف رقص باز فراموش شد. همین نو جالب اومده که چیز فیلم جالب کار کردن با موزیک موندستم. از پشت همین جالب بود. اپای استرامو کانال ما وقت چیزی بود که 3-4 روز پروگرام کانال ما جالب اومده بود در یک ویدیو مون. خب اپای استرامو چنستان کار کردن دسترخوان.
خوش باشید افاجان ستارما خنده. خب از این پس دیگه به موزیک میمونیم. дастархон зебош сообщество кардем накардем. 4 нафар ҳаст, сар кунем накунем. хоб ин музика авторство дорад, хеле хуб надошта бошад беҳтарин. як видео монда авторский омада буд, ҳамон видеоро айрешаш кур кардем бирафт, баъд эфирмон соз шуд. эфир соз шуд. баъд Black Sea ҳамиҷа Black Sea, Dilshod TJ, дастархони автор дастархон зебо поделиться вашим видео. Ташаккури зиёд дастархон зебо барои поделиться кардан. Rashd Mir, good afternoon. хоб дар ҷои мо good evening, good evening яъне шом ба хайр. Welcome Rashd Mir, welcome. خب دوستانی که نو پیوستن، ما در کتاب گرامر تایم 2 قرار داریم. از بس که افیرامون نشده بود، یک دو سه درس سوال جواب کرده بودیم و اکنون افیرا سوال شدیم. باز میگذاریم کتابمون و مثل پیشتره باز دوام میتیم. رشد میر هفتم لایک ماندم. تشکر زیاد برای لایک دستگیری کردن آمدن. خوش آمدین. چخیلی پایستر ما میگه ای بری بالا بگذارین. حاضر کو بینیم اگر چای و کافی باشه تشکیلش میکنیم. خب کم کم شوخی کده گپ بزنیم که درسا خسته کننده نشون. خب تا اینجا گرفته بودیم درسی گذشته، ولی ما همینجا با خب بهترین مدار تجستراما با فیلم خیلی گفتیستن مایلش خیلی اپایستراما. تشکر برای دستگیریتون. سمیه تجیب رسی. سلام علیکم. باری دیگر معلم و علیکم سلام. خوش آمدین. اپایستراما سمیه ویدیوتون دیدم. ولوگ بوده، ولوگ با فیلم بود، منم دیدمش. ولوگی نامش فراموش کردم، یعنی مگزین دا خرید کردسته بودم با فکرم اگر خطا نکنم. ما هم دیدیمش. خب present simple or present continuous، یعنی در این درس ما فرقیت present simple و present continuous رو میگیریم. circle the correct word، یعنی کلمه های درست رو چوکن حلقه بکش، دایره بکش. حاضر یک حلقه بگیریم که کلمه ها رو حلقه بند کنیم. اپایست رو ما خیلی نگفتم. فهمو، یعنی ما صورتی درست دادیم فکر کنم خیلی. سمیه رحمت افاجان ستارما تشکر معلم، سلامت باشین. خب در اینجا میگه کلمه های درست رو حلقه بکش، دایره بکش. رشد میر همینجا هستین. بلکسی یکمش میگه I listen to music every day. I listen to music every day. در اینجا every day توغری میگرفت یا که now. البته every day توغری میگرفت بخاطر در اینجا I listen آمد. I listen. هفتم لایک معلم، تشکر زیاد برای لایکتون، برای دستگیریتون. خب چی گفت دادیم؟ I listen to music. I listen آمد. وقتی که I listen آمد پس every day است. now نیست که. اگر now باشد پس I am listening to music now. این خیلی میشد. لبارین every day انتخاب کرد. خب همینجا باشین این تمرین کارکنه سر میکنیم. معلم من خوراک میپزم، تل میمونم مثل افیر رفتن گیرم معلم. خب مایلش از پای کار بردون شین. سوال دیوم، جمله دیوم. Why are you wearing a dress every Sunday or today؟ کلمش درست است در اینجا. Every Sunday درست است یا که today درست است. خب دوستانی که اینجا هستن مرحمت
Rashmir Blexi Semiyetece Apaysi Toramo. در اینجا every Sunday درست میگیرد یا اینکه today درست میگیرد؟ Why are you wearing a dress every Sunday or today? یعنی slash or today Blexi today بله today طور میگیرد برای اینکه در اینجا wearing آمد wearing یعنی زمانی حاضره دوامدار رو میفهموند today. خب جمله سیوم My dad usually یعنی که at the moment drives to work در اینجا usually درست میگیرد یا اینکه at the moment رشتمیر Sunday خب today درست میگیرد که رشتمیر today به خاطر که زمانی حاضره دوامدار است present continuous است. خب at the moment نادرست است که کی به جواب داد بلکسی مادر تجسم ما usually بله در اینجا usually درست میگیرد usually به خاطر چی usually برای که drives آمد drives از فعلهای زمانی حاضره ساده است مادر تجسم نزدیکتر برای خواب حاضر یک لحظه چه خیلی شد خب در اینجا کلمه دیار نمیاد at the moment است at the moment. خب رقم 4 رو میخونیم are you going to bed every day یعنی که at the moment کدامش درست است بلکسی usually بله اگر بولوگیره در نظر داشته بله usually درست است. حاضر رقم 4 جواب دین مدار تجسم شد رحمت سلامت باشین رشتمیر من قلم و روشکه میدونم تمام اما دادارم معلمی دانشگاه است زبان انگلیسی بهترین خیلی خوب بلکسی every day خب نادرست است every day مادر تجسم every day نادرست است در اینجا نیا کنید are you going یعنی رفته ایستاده ای at the moment بله at the moment می شود at the moment درست بهترین. خب جمله پنجم he doesn't buy a magazine every Saturday یعنی که no کدامش درست است he doesn't buy a magazine every Saturday یعنی که no مادر تجسم moment بله at the moment می شود درست تشکر زیاد. سوال پنجم لکسی no درسته به خاطر چی؟ به خاطر اینجا doesn't از جمله فعلهای زمانی ساده است زمانی حاضره ساده مادر تجسم every day در اینجا every Saturday بله every Saturday درست است every Saturday یعنی هر روزی شنبه. جمله ششم the girls are playing in the garden every day یعنی که at the moment کدومش درسته at the moment یعنی که every day بلکسی every Saturday بله درست رشت میره به تاجیکشان شونه بگویم. خب حاضر جمله یکم I listen to music every day من هر روز موسیقی گوش میکنم why are you wearing a dress why are you wearing a dress today یعنی امروز تو چرا لباس پوشیده ای my dad usually drives to work پدر من بسیار وقت برای با کار رفتن ماشین میراند drive راندن are you going to bed at the moment تو عینی حال با سوی رخت خواب رفته ایستاده ای جمله سوالی است
He doesn't buy a magazine every Saturday. وای هر روز شنبه مجله نمیخرد. The girls are playing in the garden every day or at the moment. بلکسی at the moment مادر تجسترمو at the moment. بله درست. At the moment برای که playing آمده است. At the moment. رقم هفتم ترجمهش کردیم نکردیم. The girls are playing in the garden at the moment. یعنی دخترها این زمان در باغچه بازی دارند. Do you always یعنی که right now play tennis on Sundays. کدامش درست است؟ یعنی always یعنی که right now. بله always درست میگیرد. درست است. طور میگیرد. خب do you always play tennis on Sundays یعنی تو هر روزی آیا تو هر روزی بازار یا هر روزی یک شنبه همیشه تنیس بازی میکنی؟ آیا تو همیشه روزی با یک شنبه ها تنیس بازی میکنی؟ خب لکسی always بله درست. رقم 8 She isn't talking on the phone every afternoon یعنی که now. پایسترامو always بله always میشود درست. رقم 8 She isn't talking on the phone every afternoon یعنی که now. بلکسی now بله now درست میشود. خب She isn't talking on the phone now میگه که وای این حال با تلفن صحبت ندارد. وای این حال با تلفن صحبت ندارد. خب در اینجا چی است؟ brain have guitar lesson deaf and pet play basketball. خب look read and complete یعنی میگه نگاه کن بخوان و پر کن. در اینجا مجبوریم کمتر کوتاه کنیم خورد نشون بدیم خورد کنیم را که همه گپا دیار بیا که اینجا چی موضوع رفته است. Brain has a guitar lesson. خب فهمو عزیز به ویف ناو تشکر زیاد. خب اینجا نگاه کنیم در اینجا 5 جمله است و در این طرف دستی چپ نگاه کنیم 5 لقمه دیگر است یا 5 کمک دیگر بگیم. از همین لقمه ها از همین کمک ها ما استفاده میکنیم در اینجا مینویسیم. یکمش را خودش کار کرده است. مثلا usually on Monday afternoon یعنی عادتا یعنی بسیار وقت در روزی دوشنبه بعد از ظهر brain has a guitar lesson. brain has a guitar lesson یعنی brain درسی گیتار دارد یعنی گیتار نوازی دارد. خب یکمش نگاه کنیم که brain have guitar lesson مثلا آمده است یعنی have آمده است ما has باید کنیم بخاطر چی؟ بخاطر که شخصی سیم است. مادر تجستر ما خیره است از اینکه خیلی با خیره تر می شود. همین قصد در پیسی دارم و اگر ایرک از اینکه به اینجا میشته باشه اینجا میشه ها که پیش بر میه. تاج ولاگ مام سلام دوستانم همه کسا و علیکم سلام خوش اومدین تاج ولاگ مام سلامت باشین اپا جونم خوش اومدین تاج ولاگ اپا استراما راستی همین قمیشه و اگر پیش بعدش بیاریم این کلمه‌ای که در طرف دست چپن اینا باز دیار نمیان. خب رقم 2 زوی. خب دوام تین مثل اینکه brain has a guitar lesson گفت با خاطر درجه brain have guitar lesson اومدگی بود. خب رقم 2 چی میاد؟ رقم 2
خیلی دفعه استرامو چی بهتر شد نشد. بلکسی دویم Zoe got to in the library. خب در اینجا نگاه کنیم باید که خب اینجا فعلی چی است؟ زمانی حاضره ساده است. پس در شخص سیوم چی میگیرد؟ یعنی زوی گا باید که در دوام گا یکان چی گیرد؟ بلکسی حاکم جان السلام علیکم و علیکم سلام، خوش آمدین. تشکر زیاد برای آمدنتان. حاکم جان یخینو مخن همینجا دفر میششت یهینو ما هم همینجا دفر میگشتم. بله یکی از اولین شخصانی هستن که تذکری میکردن دویم. تشکر زیاد. تجربه هم زوی go to in the library. خب نادرسته برای خاطر که شخص سیوم است زوی بلکسی زوی going in the library. خب در اینجا اگر به زمانی حاضره دوامدار بیاریم باز هم نادرست است، یک چیز دیگه فراموش کردیم. اگر زمانی حاضره دوامدار بیاریم، اگر زمانی حاضره ساده بیاریم تجربه ما زوی goes to the library انا خیلی میشود. زمانی حاضره ساده زوی goes to the library این خیلی درست است. بله بهترین. تشکر تجربه ما کلاب ناملاسه hello teacher I always miss lesson miss classes. No problem, welcome. کلاب ناملاسه welcome. خب تجربه ما اورا بله درست جواب دادن. رقم 3 Dave and Pat. طرف دستی راست رو نگاه کنین. Dave and Pat play basketball آمده است. در اینجا خواه زمانی حاضره ساده میکنه خواه زمانی حاضره دوامدار میکنن، اما یک خیلی کنن که فعل یا تغییر میابا یا که نمیابا، یعنی تعزیه درست شو نویسین. اگر مثلا فعل زمانی حاضره دوامدار که آوردن پس باید که verb to be بگیرد. verb to be یعنی am is are. اگر نیاورده زمانی حاضره ساده را در نظر داشته باشید پس شخص سیوم اسم میگیرد. یعنی این چیزا رو خوب میدونه نه؟ خب رقم 3 رو جواب دین. سلام با همه، شام همگی بخیر. و علیکم سلام، خوش آمدین اپای پزنده. تشکر زیاد. شام شما نیز بخیر و شادی باشد. تجربه Dave and Pat playing basketball. خب شما اکنون زمانی حاضره دوامدار رو در نظر دارید. بله درست. زمانی حاضره دوامدار باید که بعد از Dave and Pat باید که verb to be بگیرد. verb to be را فراموش کردین. verb to be را میمونه. Dave and Pat are playing basketball. خب بلکسی جواب شما درسته، اما چی میگم پیشادوم کل آمده است. یعنی چه بگم کلمه ها اردوش آمده، یعنی یک کم ترکیب فکر کنید توری میگیره. تجربه ما Dave and Pat plays basketball. خب انا اینجا اگر شما زمانی حاضره ساده را در نظر دارین اپای تجربه ما پس اس نمیگیرد. اگر حاضره ساده در نظر داشته باشین جمله بلاگیتون درست بود، فقط verb to be نداشت. بلکسی Dave and Pat are playing basketball انا درست شد بهترین. بلکسی انا میخیل. تجربه ما جمله بلاگی شما با مثل جمله بلکسی است، فقط are رو فراموش کردید. are. خب 3 بوده. تمام جواب خوش یافت. 4 کارکی. کارکی رو در اینجا نگاه کنید. کارکی watch star pets on TV. مثلا برنامه ستاره های حیوان های خانگی را تماشا دارد در تلویزیون. خب چه خیلی بنویسینش مثلا کارکی مثلا تماشا دارد حاضر یا که عموما تماشا میکند. در اینجا عموما رو در نظر دارد. پازنده ایجاد اولش نباشی آخرش نفهمی. خب بخیر است، هیچ گپ نداره.
اگر به شرط اول بخواهید در کانال هستند، یعنی درس اول. اما اگر برای دستگیری آمده باشین خیلی میندار هستیم. پسنده دهم لایک از خودم. تشکر زیاد، سلامت باشین. خب رقم 4 کار کی چخیل می شود؟ لکسی کارکی watching star pets on TV. خب اکنون شما زمانی حاضره دوامدار را در نظر دارین. لکسی جملتون درست است، فقط verb to be را فراموش کردگین. verb to be رو میدونین، verb to be را فراموش کردگین. خب کارکی watching our star pets on TV. تجربه ما نوشتن جمله شما نیز درسته، فقط verb to be رو در جای نامناسب آوردین. نه جاش مناسب نیسته. verb to be هست is am are. شما are آوردین، اولا are را تغییر دهید به شخص سیوم is و جایش را عوض کنید. آچان سومه خان سلام و علیکم سلام، خوش آمدین. خب لکسی چهارم کارکی is watching star pets on TV. درست شد، بهترین. تجربه ما شما دیدین جای verb to be در کجا آمد. جای verb to be همیشه بعد از فاعل میاد، یعنی بین فعل و فاعل میاد. بله درست شد، بهترین. تشکر زیاد لکسی. رقم 5 Claire and Anne در کجا؟ Claire and Anne study French یعنی درسی زبانی فرانسوی میخوندیم. اکنون این را خب با زمانی حاضره دوامدار بگین، خب با زمانی حاضره ساده بگین، المهم درستش بگین. مرحمت بفرمایید. دلشاد تجه سلام علیکم، 11 هم لایک بخشش دیر کردن. و علیکم سلام، خوش آمدین. هیچ گپ ندارد، خوش آمدین. تجربه ما کارکی is watching star pets on TV. بله درست شد، بهترین. تشکر زیاد. تجربه ما اکنون رقم 5 خب دوستان گرامی usually on Monday afternoon در اینجا زمانی حاضره ساده را در نظر داشته است. ساده یعنی present simple. خب لکسی Claire and Anne are studying French. بله درست می شود. من اهمیت دادم بالا را نگاه کنید. usually on Monday afternoon یعنی جمله زمانی حاضره ساده را در نظر دارد. جمله زمانی حاضره ساده پس می شود که Claire and Anne study French. تمام قدر تجربه بگم Claire and Anne are studying French. بله جمله هر دوتون درسته. منم اهمیت دادم بالا را زمانی حاضره ساده را در نظر داشته است، present simple را. خب present simple را وقتی در نظر داشته باشد پس همون study میاد تمام بدون are. خب بله کار کردیم. انا که در اینجا this afternoon اومده است، در اینجا زمانی حاضره دوامدار را در نظر دارد. زمانی حاضره دوامدار را. This afternoon Brain isn't having a guitar lesson. He is reading a comic. یعنی این نصف روزی برین درسی گیتار ندارد و مجله های مضحکاوی را خوانده ایستاده است. خب زوی در کجا است؟ زوی مثلا چیکار کرده ایستاده است؟ زوی را بگین یعنی عین حال، اما در اینجا عموما بود. در اینجا عین زمان یعنی زمانی present continuous را در نظر دارد. دلشاد Claire and Anne are studying French. بله جملتون درسته، اما در بالا چقدر گفتیم present simple رو در نظر داشته است. Claire and Anne study French می شود. درست. آن اکنون در اینجا زمانی حاضره دوامدار رو در نظر دارد.
خب همینجا نگاه کنیم کی چیکار کرده است همراه می‌نویسیم. مثلا زویا چیکار کرده است، dev and pet چیکار کرده است. مثلا Zoe is skating. Zoe is skating. خب Zoe یعنی همون ترجمهش خیلی نیفتاده، یعنی چی بود ترجمهش؟ کانکی رولک سواری دارد مثلا، یا که Zoe isn't go to in the library, she's riding rollers یعنی skate با فکر میشید. skate یعنی این پای افزودهایی که چرخه دارن در زیرشون، اینو با فکر skate میشید. Zoe is skating. بله دلشو تجه درست نوشتن. Zoe is skating. Zoe is skating. خب dev and pet چیکار کردستن؟ dev and pet چیکار کردستن؟ خب dev pet این دو نفره هستن، این دو نفره. dev and pet. کامنتاری خاموش شد که اون کس هست. خب نباشن اگر dev and pet are listening to music مثلا، یعنی موسیقی گوش کرده استن. خب دل شده dev and pet aren't playing basketball, they listening to music. بله they listening to music. Corky is sleeping. Corky is sleeping یعنی کارکی خواب رفته است. Claire and Anne are playing tennis. تنیس بازی از با فکر تنیس. خب در اینجا read, choose and write یعنی بخوان، انتخاب کن، اختیار کن و نویس. Come, drink, like, sit, have, eat, write, do. تجربه لغمم dev and pet are lesson and music. lesson که تجربه لغمم lesson درس می شود، listening گوش کردن می شود. خب listening در کجا بودم جک کلمه listening listening می شود. listen اینا جمله یکمه بخونه نبار. جمله یکمه listen می نویسیم listen می نویسیم اما listen می خونیم. listen یعنی گوش کردن. خب در اینجا همین کلمه هایی که در بالا خواندم اینها رو در جای خالگی نوشتن در کار. Dear Zoe, I am writing this postcard in در شکلی نوشتش سانتورینی سانتورینی شاید باشد. I am here with my family for the weekend. خب دویمش میاد. دویمش خب that are playing basketball. They listening to music. music تجربه listening. بله درست. تجربه از این از کلاویاتور خطا نویسون. بله بعضی وقت میشه کلاویاتور خواستن در که یک کلمه رو میخوایم بنویسیم و از پیش خیلی دیگه کلمه رو روی میکنه. بعضی وقت میشه خیلی. رقم 2 مثلا در اینجا گفته که من کرتا دختر گوش دارم. اپایستی رو ما گفتستن که من کرتا دختر گوش دارم. بهترین
تشکر زیاد اپای ستورمو. سلامت و سربلند باشین. خب رقم 2. خب this place it's great. I like. در اینجا like میآید. I like this place, it's great. یعنی من این مکان رو میپسندم یا دوست دارم. این مکان خیلی عالی است. It's Saturday morning. این یعنی صبح روزی شنبه است. And I at a cafe with my mom. خب در اینجا like drink. I خب sit شاید درست بشود. که بلکسی I am liking. خب ما یک چند درس پیش اگر در خاطر داشته باشید گفتیم که بعضی کلمه ها ing نمیگیرن، یعنی بعضی کلمه ها در زمان present continuous نمیان، یعنی مثل کلمه hate like، یعنی liking گفته نمیتونیم. به خاطر چی؟ یعنی تو همیشه دوست داشته همیشه دوست داشتن طوری نمیره، یعنی دوست میدارم. مثلا I'm like، مثلا I like. I'm never I like this place, it's great. خب it's Saturday morning and I رقم 3 رو بنویسین. الله همینجا باشین. رقم 3 I going. at the cafe with my اینجا with اومد. خب در اینجا sit می شود. sit. مثلا I am sitting at a cafe with my mom. یعنی در قهوه خانه نشستم. she خب در اینجا she drinks می شود. drinks. she drinks. دلشوت جسیم I come at the cafe with. خب کم می شود و فکر من سیت می شود، یعنی در قهوه خانه نشسته. خب کم هم طوری میگرد، سیت هم طوری میگرد. بلکسی سیم کم تجربه کنم going. خب در اینجا سیت فکر میکنم طوری میگرد. خب از که بخونه معلوم میشه. she drinks coffee and I eat lemon ice cream. یعنی یخموسی لیمونی دوست میخورده است. at home I usually do my homework on Saturday morning because my grandmother always comes to our house for lunch on Sundays. What about you? خب have you یک کلمه دیگه من have you drink fun, have you like fun, have you see fun, have you eat fun, right? do. خب نیافتیمش. she drinks میشید. پنجم eat. بله پنجم eat میشود. دلشوتجه دست خواندی با من خوراک تیار کرده ایستاده گوشتار معلم. تشکر زیاد. بلکسی eat. بله تجربه هم eat. بله دلشوتجه ششم do. بله درست شد. دلشوتجه هفتم come. هفتم یک دقیقه. My grandfather always comes to our. بله درست شد. تجربه هم do. بالا در نظر داشت درست. comes درست. have. بله have درست. love you. در اینجا کلمه love نه آمده است. have درست است. bring have you تجربه هم bring در اینجا bring نیست.
Drink, drink بالا گذاشته بکو. Drink coffee مثلا. And she drinks coffee مثلا. Have you شاید do you have fun باشه همینجا. Do مثلا دوباره تکرار شد. Do you have fun یعنی fun سرگرمی وقت خوشحالی رو میگن، یعنی تو سرگرمی داری و خوشی داری، یعنی خوشحالی داری مثلا. love گیوانا. خب نمیدونم تا کدام اندازه تمرین کار کردیم، یعنی همین قدر در استطاعتمون بود. اگر اونجا خطاکی باشه باز بنویسین در زیر کامنتاری ها. Write questions and answers یعنی سوال ها و جواب ها رو نویسین. Giovanna usually do her homework on Saturdays. خب این سوال است. Does Giovanna usually do her homework on Saturday? Yes, she does. خب رقم دو Do you have fun؟ تجربه ما Do you have fun؟ بله ما همین خیلی فکر کردم تجربه ما همین خیلی میشود. بله Do you have fun؟ تشکر زیاد تجربه ما. خب رقم دو یعنی Giovanna do her homework at the moment. خب این جمله سوالی است. جمله سوالی در زمان حاضر دوامدار چه سوال میتیم؟ خب does درسته که دل شد. جمله at the moment آمد که at the moment یعنی حاضره را در نظر دارد، یعنی عین حال. و does do از جمله زمانی حاضره ساده است، یعنی present simple. برای ما present continuous در کار. Do Giovanna do her homework at the moment؟ نادرست. خب دل شد چه فهمم. خب جمله در زمانی حاضره دوامدار است. اوکی یعنی ما چقدر سوال کنیم که مثلا با توجه بگیم آیا گیوانا وظیفه خانگیش رو عین زمان تیار دارد، انجام داده است، کار کرده است مثلا. خب تجربه من do her homework Giovanna at the moment نه نادرست. تجربه do از جمله فعلهای یاری دهنده برای جمله سوالی زمانی حاضره ساده است. برای ما جمله زمانی حاضره دوامدار در کار. Let's see is Giovanna do her homework at the moment. خب let's see جمله را خوب آغاز کردین، یعنی is درست، یعنی جمله سوالی شد، اما فعل do را تغییر دهید. خب لکسی is Giovanna does نادرسته. یک بار که تغییر شدن یکرد میامیش. زمانی حاضره دوامدار چه میگیم؟ زمانی حاضره دوامدار. تاج ولاگ مام دلشاد تجه زمانی حاضره دوامدار present continuous.
جمله سوالی در زمان حاضر دوامدار present continuous چه خیل جمله سوالی میسازیم. is given does her homework زمان نادرسته. هیچ محل در زمان حاضر دوامدار does نمی آید. is given is homework نادرسته. هیچ محل در یک جمله دو بار is نمی آید. فراموش نکنیم دو بار is نمی آید. دلشو تجه گذاشتین دلشو تجه تاج بلاگمم بلکسی یک بار دیگه همون جمله بالا نوشتین که is given does her homework at the moment همون کلمه does رو کم ترک تغییر بتین درست می شود. کلمه does مشکل در کلمه does. صفیه محمد حج السلام علیکم و علیکم السلام خوش آمدین اپای صفیه. تشکر زیاد برای اومدنتون. تاج ولاگ من doing بهترین فرصت. خب درست شد. یعنی نگاه کنیم is انا نوشتنش که بلکسی is given doing her homework at the moment. بله درست شد بهترین. خب جمله سیوم her grandmother always visit her on Sunday. خب این را چخیل جمله سوالی بکنیم. این زمانی حاضره ساده نیست. این زمانی حاضره دوامدار نیست. این زمانی حاضره ساده است. به خاطر چی؟ برای که always آمده است. given as doing her homework at the moment. نادرسته که دلشات جه. این خیلی نادرست است برای که جمله سوالی است. بلکسی ترجیح درست شد نوشتن. is given doing her homework at the moment جمله سوالی. دستر خواهی و علیکم سلام صفیه. خب رقم سیوم اگر مشغول باشین کارش کنیم تا که وقتم کمتر مونده است. خب دلشو تجه نوشتن her grandmother always visiting her on Sunday نادرسته. جمله سوالی در کار. سمیت جه ورسی معلم من همینجا گوش کردستم. سلامت باشین تشکر زیاد. سمیت جه ورسی لکسی does grandmother always visit her خب بله on Sunday درست شد. does میاد در جمله سوالی زمانی حاضر ساده. does her grandmother always visit her on Sunday درست شد. تشکر زیاد بلکسی. رقم 4 her mom eat lemon ice cream جمله سوالی کردن کار. جمله زمانی حاضره دوامدار است که ساده است. یعنی present simple است. خب رقم 4 does خب دوام ششما ترجمه رو نوشتن does her grandmother always visit on Sunday visit her on Sunday یعنی آیا مادرش او را هر روز یک شنبه زیارت میکند. خب جمله سوالی بود. سمیت هجه سلامت باشین جانم زیبا جان. خب تشکر زیاد. در اینجا نوشته است که write یعنی نویسین you are away for the weekend شما در you are away for خب away انا فهمیدیم. بلکسی away در اینجا چی ترجمه می شود؟ بلکسی دلشو تجه تاج ولاگ مام همین away رو در اینجا نفهمیدم. یک کمک کنین. بلکسی does her mom eating lemon ice cream بله
درست شد. Does her mom eat lemon ice cream؟ بله درست شد، بهترین. همینجا You are away for the weekend. خب your شما are verb to be for برای the article weekend آخری هفته. away away رو کمک کنین دوستان. away خب درست شد. away عجب. تجربه استاد رو You are away for the weekend. شما در راهی آخری هفته هستین. عجب. اگر عجب توری بگیرد away یعنی شما عجب در راه آخری هفته. شاید همین راه توری بگیرد. راه به معنای معنوی، به معنای حقیقی نه، به معنای معنوی. یعنی میگم که تو در راه درست هستی. رفتن You are away for the weekend. رفتن به آخری هفته. Black Sea away دور. شما دور هستین برای آخری هفته. شاید همون راه نزدیکتر شود اما به معنای راه حقیقی نه، راه معنوی. یعنی شما در آخری هفته قرار دارین. مقصد ایخه شما در آخری هفته قرار دارین. Write a postcard to a friend. یعنی با دوستت یک خطی، همون پستکارد گفته کارتی پشته رو میگن، همون را نویسین. خب استاد معنای راهی همین خیلی در نظر. خب من هم خیلی فکر دارم که به معنای شاید همون بیاید. تشکر دوستان برای کمک. همون با زبان روسی تی уезжаешь на выходные. You are away for the weekend. بله شاید همین خیلی طوری بگیره. شما уезжаешь شما در راه هستین بر for the weekend در روزهای استراحتی. خب ما فهمیدیم برای شما چه خیلی در افیرو پیش اعلام کردم که ما زبان انگلیسی 100% نمیدونیم. شاید معنای راه معنوی را در نظر داشته باشه. یعنی شما در آخر هفته قرار دارین، یا اینکه معنایی که دلشد برادر گفتن، یعنی شما با چی گفت توی уезжаешь на выходные، یعنی تو سفر داری در روزهای استراحتی مثلا. خب اگر هر دوش باشه خب هر دوش. Write a postcard to a friend. با دوستت یک خط کن. Use Gewanas postcard in exercise 5 as a model. یعنی از روی همون خطی که کی کرد گیواناس کرد از همون استفاده کن که در مشق پنجم است. خب در اینجا آورده است Dear it's Saturday and at home and usually beds. خب با همین درس امروز به انجام رسید. این اسمش یک تست است. خب کسی کار کردن خواهد کار کند. اما از درسی آینده از صفحه 68 آغاز میکنیم. 68 یعنی some, any, how much, how many. با همین درسی امروزه رو به انجام میرسونیم. یکم سوال پیشنهاد باشه مرحمت بفرمایید تا چی رو بخونیم. خب سوال باشید. بلکسی گفتن من 18 یعنی بلکسی 18 تجربه هم 7 دل شد 7. خب بهترین تشکر زیاد بلکسی. تجربه من معنیش راه است استاد 100% زمین خیلی معنی دارد. خب تشکر زیاد که تجربه من. تشکر برای کمک. سلامت باشین همه کسا دوستان. شما سلامت باشین. بلکسی تجربه من باهاتون 4 دل شد باهاتون 4. تشکر بلکسی برای باهاگذاری را به سوی جنت. Hello teacher, sorry I am working میشده. I am working. I can't study time for me limited. Okay, no problem. Welcome anytime. خب دوستان عزیز تشکر به همتون برای اشتراکتون، برای آمدنتون و نظر و ملاحظه داشته باشین. اگر میتونین در زیر ویدیو
یا که در همینجا بگین یکون پیشنهاد یا یکون خطاگی ما باشه اگر مرحمت بفرمایین. تاج ولاگ مام خنده. خب سلامت باشین تاج ولاگ مام. Thanks, you are welcome تاج ولاگ مام. Lexi, good night teacher, good night. خب رابسو جنت, thank you teacher, you're welcome. رابسو جنت تاج ولاگ مام, take care my teacher. Okay, thank you تاج ولاگ مام. نوشتین که خودتون رو احتیاط کنین. معلمی من یعنی تشکر. سلامت باشین. خب با همین افیر امروزه رو به انجام میرسونیم. ای مردمی بیدار پناهتان به خدا، تا دیدن دیدار پناهتان به خدا. موفق و مؤید سربلند باشین. باز فردا ساعتی پیش از 8 باز خدا خواسته باشد و میخوره. تشکر برای اشتراکتان. افیر را قطع میکنم بعد از 10 ثانیه. خب شب خوش دوستان.